یک روز قبل از عید فسح بود. عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و میبایست این جهان را ترک کند و نزد پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلا دل یهودای اسخریوطی را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی می‌دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود. پس از سر سفره برخاسته لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. نوبت به شمعون پتروس رسید. ای خداوند، آیا تو میخواهی پاهای مرا بشویی؟ تو اکنون نمیفهمی من چه میکنم، ولی بعداً خواهی فهمید. هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی. اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشوی. کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید. ولی نه همه. چون او میدانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت همه شما پاک نیستید. بعد از آنکه پاهای آنان را شست، لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست. آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درستم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من استاد و خداوند شما هستم و پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم با هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خویش بزرگتر نیست. حال که این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آنچه میگویم مربوط به همه شما نیست. من کسانی را که برگزیدم میشناسم، اما این پیشگویی کتاب مقدس باید تحقق یابد. آن کس که با من نان میخورد بر ضد من برخاسته است. اکنون پیش از وقوع این را به شما میگویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید که من او هستم. یقین بدانید هر که کسی را که من میفرستم بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد فرستنده مرا پذیرفته است.
وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشکار فرمود: یقین بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد کرد. شاگردان با شک و تردید به یکدیگر نگاه می‌کردند، زیرا نمی‌دانستند این را درباره کدام یک از آنها می‌گوید. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می‌داشت پهلوی او نشسته بود. پس شمعون پطرس با اشاره از او خواست: از او بپرس درباره چه کسی صحبت میکنه. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیکتر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ من این تکه نان را به داخل کاسه فرو میبرم و به او میدم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسخریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. آنچه را میکنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید منظور او از این سخن چه بود. چون یهودا مسئول کیسه پول بود، بعضی گمان کردند که عیسی به او میگوید هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت. و شب بود. وقتی یهودا بیرون رفت، عیسی گفت: اینک جلال پسر انسان آشکار می شود. اینک جلال خدا از طریق او آشکار خواهد شد. و اگر جلال خدا از طریق او آشکار شود، خدا خودش جلال پسر انسان را آشکار خواهد نمود. و این جلال به زودی شروع می شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم. آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم اکنون به شما هم میگویم. آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم: یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. ای خداوند، کجا می روی؟ جایی که میروم تو حالا نمیتوانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. ای خداوند، چرا نمیتوانم؟ همین حالا به دنبال تو بیایم. من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. آیا حاضری جان خود را به خاطر من بدهی؟ یقین بدان که پیش از بانگ خروس 3 بار خواهی گفت که مرا نمیشناسی.